رادیو 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 اکتیو رادیو 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 اکتیو رادیو اکتیو. سلام سلام سلام. احوال شما، احوال شما، احوال شما. در بلندترین شب سال در خدمتتون هستیم و در کوتاه‌ترین رادیو اکتیو سال در خدمتتون هستیم. امیدوارم که تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندون باشه و شب یلدای امسال رو به کوری چشم کرونای ولایت و ویروس کرونا هر جا که هستید به هر شکلی که شده برگزار کنید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه بو که برآید. به به به. آقا عجب شعر پرمغزی. خواجه مهران الدین شیرازی، ببخشید قزوینی. بابا دیگه شب یلداست و شعر حافظ و هم فال و هم تماشا و خلاصه. بله منم اگه اجازه بدی میفرنا جان یه شعری بخونم، خیلی تو فازشم، اصلا جوگیر این احساساتم. محسن جان تو رو چه به شعر آخه آبروریزی نکنی؟ از این کاسه بوشخوابی ها نخونی؟ نه بابا، نه عزیزم، نه گوش کن بابا، اعتماد کن بابا. یه شعر شب یلدایی دارم که میفرماید بیای دل کمی وارونه گردیم، برای هم بیا دیوونه گردیم. شب یلداست امشب ای رفیقم، برای هم بیا هندونه گردیم. چی؟ هندونه گردیم؟ برای هم بیا هندونه گردیم؟ حدس میزدم جان تو یه چیز هچل هفتی میخوای بخونی اصلا. مهران جان اجازه بده، خیلی پیاده ای عزیزم، بشین ترک من ببرمت. مشتی هندونه رو دست کم گرفتیم مثل این که الان میدونی هندونه کیلو چنده؟ الان هندونه رو با کارت ملی و تراول و این چیزا معامله میکنن. یعنی چی؟ شب یلدایی که هندونش اینقدر گرون باشه، اینقدر دنگ و فنگ داشته باشه، دیگه شب یلدا نیست که، شب اول قبره. ای بابا، ای خواجه قزوینی، چه گویمت که در این زمانه پرنیرنگ فشار اقتصادی اونقدر زیاد شده که فشار اول قبل جلوش ماساژ. آقا جون ماساژ. خب آقا جون ولش کن، بریم که داشته باشیم. آقا برو شاد بیو. حشمت خالتوری، آره اصل خالتوری. سلام علیکم، خوشم به خوشیتون، دم همه شما هموطنا کرد. برو بریم بابا. ما به پای هموطنا اومدیم از اون سر بازار. به خدا این دفعه میشیم رو سر سید علی آبا. وای خدایی حشمتی ولایت و چلونده دیگه، خامنه هلاک نایی تو تنش نمونده دیگه. کهکشان سازیم ما براندازیم، ما توی زبالتون مزما رو میندازیم. آره میندازیم. کهکشان سازیم ما براندازیم، سوی تهرون همگی بیدنده میتازیم. خب آقا محسنی، شب یلدا هم کنار هم هستیم. امیدوارم که یک شب یلدای گرم و صمیمانه داشته باشیم و خوش بگذره. انشالله قربونت برم مهران جان، واقعا عزیز منی تو، تاج سری، فدای مرامت. اتفاقا من خودم امسال پیش میخواستم دعوتت کنم یه رستورانی، کافی شاپی، چیزی. بعد دیگه گفتم خوب نیستش که اصلا اضافه وزن و اصلا این ضررایی که این فست فودا داره، اصلا خیلی دلم نمیاد حقیقت. بعد گفتم خب دعوتت کنم بریم با هم دیگه بستنی، شیرینی، جایی چیزی بخوریم خلاصه. بعد دیگه گفتم چه کاریه، زمستون و بعدم اصلا شیرینی میدونی بعد دندون خیلی بده. بعد دیگه بزنم زد گفتم دعوتت کنم بریم با هم یه کیک نوشابه که میتونیم با هم دیگه بخوریم دیگه. بعد دیدم مثلا کروناه، نمیشه از این کارا کرد که این بود. تصمیم گرفتم به یه چیزی دعوتت کنم که برات سود داشته باشه. پس تصمیم گرفتم دعوتت کنم به رفتار خوب، راستگویی، رفاقت بیشیله پیله و این چیزا. قربونت برم، لااقل این شب یلدایی به سنت شب یلدا یه ماهی میگرفتی، یه سبزی پلو ماهی با هم میخوردیم. ماهی که اصلا صحبتشو نکن، اصلا قد و اندازه ما نیست، مال از ما بهترونه. آره والا. اتفاقا تو راه من خودم یه تن ماهی گرفتم 48000 تومان، در جا انداختمش تو آکواریوم. تن ماهی 48000 تومانی لیاقت میخواد، سعادت میخواد، من ندارم. باشه دستون درد نکنه. حالا الان این آهنگ میتونی بذاری گوش کنی؟ آره آهنگو که اتاق فرمان زحمتشو میکشه، ولی ببین مهران من خودم میخوام یه جایی دعوتت کنم. آره اون که میدونم الان چند ساله میگی میخوام دعوتت کنم، اون که بعد برخورد میکنی. آهنگ دعوتمون کن فعلا. دونه 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 زان بدبختی فراوونه، آش کشک خالمونه،
همه رو کرده دیوونه، دونه دونه آه دونه 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 دونه. حال سیدلی بریشونه، یه جورایی زور میزنه تا که بسیج و سپاهو بکشونه. برجام پاره آخر کاره، شیخ حسن روحانی به دم اروپا آویزونه. یه چیزایی کف خیابونه که دلو میلرزونه، عثمان رو از عاقبت کار بدجوری میترسونه. این سیدلی نمیشه، یه جورایی داغونه، نفسای آخر رو میکشه، دردشم بیدرمونه. موسه شنیدی روحانی چی گفته؟ این که خیلی میگه، این همینجوری حرف میزنه، منتهاش اینطوری نباید بگی. تو باید بگی خالی بندی جدید روحانی رو شنفتی یا نه؟ نه این دفعه واقعا دولتشو نقد کرده. آره گفته که دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار این است که در این دولت وزیری که حامی مردم و مصرف کنندگان باشد نداریم. عجب صحبتی کرده این یارو. یعنی الان که وزیر رفاه دارن، رفاه و آسایش داره از سر کول مردم میره بالا. عجب. یا مثلا وزیر کار دارن، الان دیگه هیچ بیکاری وجود نداره. یعنی تا دیروز تقصیر آمریکا و تحریم و برجام و دولت قبل و اینا بود، الان افتاده گردن وزیری که ندارن. ببین منظورش اینه که مردم خیلی ریز و مجلسی باید از روحانی معذرت خواهی کنن که چرا این وزیرا رو انتخاب کردن. حالا یه چیز دیگه هم گفته. چی؟ گفته که با برجام دست و پا شکسته 3 بار آمریکا رو تو سازمان ملل شکست دادیم. نه حاجی بیخیال کشتیش بابا، تیزی رو بذار تو جیبت، بعد طور داری نفس گیرش میکنی. بذار حریفت یه نفسی بکشه لااقل. قبلا این روحانی چند ماه طول میکشید که حرف قبلیشو رد بکنه، الان دیگه به دقیقه رسیده. ایشالا با همین فرمون همون لحظه که حرفی میزنه خودش با خودش درگیر میشه، خودش با خودش همدیگه رو میزنن، ما هم کلی میخندیم. واقعا این آخوندا چه جونورایی هستن. البته جونور خوبیش اینه که تو دقیقاً میدونی با چه جونوری طرفی، ولی این آخوندا تنها موجوداتی هستن که نمیدونی دقیقاً با چه جونورایی طرفی. آقا علا برکت الله. دکتر حشمت دمت ریزی دکتر. برو بالا حشمت منم آخر هیبت، متخصص تو امور ویروس ولایت. دکتر جون دکتر آقا رد داده بعد تو، بس که هزیون میگه دیگه زده بالا کنترل. آره عزمالت و پاره تحریما باباشو در میاره، حشمت و تیزیش و اون سندروم دست بیقرارش. همه مجلسی ها و دولتی ها، لاریجانی ها و عروتی ها، یکی یکی نفله میشن پس سلامتی حشمتی ها. روحانی با برجامش میلرزن دامش، نارش شاخانه و یک کاسه دروغ شامه. حشمت منم آخر هیبت، متخصص تو امور ویروس ولایت. دکتر جون دکتر آقا رد داده بعد تو، بس که هزیون میگه دیگه زده بالا کنترل. دکتر حشمت خاک پای همه پزشکان و پرستاران با مرام به بخش 6 و 8. به سلام بیبی عزیز، شب یلداتون به خیر و خوشی. سلام نن جون، قربون ریختت برم من قربون تو. بیا اینجا زیر کرسی ننه خود پرپاچت گرم شم. قربونت بیبی جون، قربونت. خوب و خوشی؟ خلاصه بعد مدت ها اومدم یه سری بهت بزنم. بعد مدت های بابا ننه، تو که همیشه چترت اینجا پهنه، با رفیقات اینجا هر شب پلاسی آخه. بیبی بابا داره اون لحاظ دوستات هم میان ننه. آره دیگه ننه، شب یلداست دیگه. شما که شب یلدا و غیر یلدا ندارین که هر شب بساطتون اینجا پهنه با رفقا.
آها اون لحاظ حالا نداره. ببین من پام به درده، پاشو برو از تو آشپزخونه آجیلی شیرینی و یه چیزی بردار بیار بخوریم آخه. چشم بیبی جان، دستون درد نکنه، همین الان میرم. برم ببینم چه خبره. چی تدارک دیده برامون بیبی عزیز. بیبی چی بیارم؟ بیار دیگه، آجیل بیار، شیرینی بیار، هرچی هورده بیار. اینایی که میگی کجاست؟ همون جزیه تو کابینت دیگه. ننه با چه سوال پیچ میکنه آدمو. بابا کابینت الان آجیل کجا بود؟ اینجا 3 تا قوطیه همه. رو یکیش نوشته نخورید مایع ظرفشویی، دومیش نوشته نخورید سم گلدون، سومیش نوشته نخورید مرگ موش. نه اونی که علامت مرگ داره توش آجیله، اونی هم که روش نوشته مرگ موش توش گزه، اونم که نوشته سم گلدون شیرنیه. بردار بیار بخوریم. خب چرا اینطوری نوشتی پس؟ خب قربون شکلت برم، اگه اینطوری ننویسم که تو اون رفیقای چسبازت 3 سوته خوراکش میکنین ورچکست میکنین منو. نه الهی بیبی ناولا. یعنی ببین من هر کامیونی ببینم پشتش نوشته رفیق بی کلک مادر، من منفجر میکنم اون کامیونو. نه الهی من قربون شکلت برم، اونی که منفجر شد نیسان آبی بود مادر. الهی قربون قدت با اون رفیقات که هر شب اینجا میان. بیبی آها به اون لحاظ بله. چون گل رنگ مه هموطن جان، رفق روز تنگ مه هموطن جان، تک دری ستاره سوسو کنده، تک دری ونوش خشبو کنده، چند خاره چه خاره با تو دیه، میس بزن سر ملارت بشکن، چند خاره چه خاره با تو دیه، میس بزن سر ملارت بشکن. بابا بیاموه بعضی چکره خب شنوندگان عزیز، همونطور که مستحضرید این روزها در همه جای دنیا صحبت از واکسن کرونا هست. به همین دلیل خدمت معاون وزیر بهداشت هستیم تا ببینیم نظام در این رابطه چه تدبیری اندیشیده. آقای دکتر شلیلچی سلام علیکم. با سلام به مقام با واکسیناسیون و اول واکسن عالم امکان باب راحل در خدمت شما هستم. آقای دکتر میخواستم ببینم که شما آیا واکسن فایزر رو وارد کردین؟ ببخشید واکسن چه چیزه؟ با الان خودمون فایزر. با الان خودمون داریم واکسن تولید میکنیم. الان بقیه کشورها زنبیل گذاشته از ما واکسن بخرن. واکسن تولید میکنین؟ آقای دکتر ببخشید شما هفته پیش تو همین برنامه گفتیم مردم با پاچه پیژامه‌شون ماسک درست کنن. حالا چی شد که دفعه به تولید واکسن رسیدین؟ با همون پاچه پیژامه رو چلوندیم، آبش رو گرفتیم، شد واکسن. حالا فرمولش من نمیتونم بگم چون کار دکتر فخرزاده بوده که با خودش به درک اعلا برده. ضمن اینکه همونطور که مقام عظما گفتن امسال سال جهش پیژامه، ببخشید جهش تولیده. بله خب حالا این واکسنی که تولید کردین تست هم کردین؟ بله تست کردیم که اتفاقا خیلی موفقیت آمیز بوده. آخرین نمونه‌اش هم آیت الله یزدی بود که از بس جنسش خوب بود که سرضرب آنتی رهنتشون عمل کرد و خلاصه الفاتحه. آقای دکتر دانشمندا میگن که این واکسن باید تو دمای خیلی پایین نگهداری بشه. آیا نظام چنین تجهیزاتی داره؟ بله ما تجهیزات بسیار پیشرفته داره. از این کلبنا هست، یخدود از این یونالتا هستش توش آلاسکا میزنه، یا شما یادتون هست یا نه، از این یخچالا که درشو باز میکنید چراغش روشن میشه. از اینا من خودم وای میسایم روشن میکنه خاموش میکنه. همینا هستش. آقای دکتر عوض این همه دردسر و کلمن و یخدون و این چیزا بهتر نبود میخریدیمش؟ شما واسه که نفس در جای گرم بلند میشه. چند درقاس پول داریم که اونم صاحب لبنان و عراق و یمن و ایناست که حکم واکسن مقام عظما رو دارن. حالا شما با همین روغن بنفشه کنار بیا که این حماسه واکسن نظام رقم بخوره، بعد بقیه شما حالا با هم دیگه صحبت کنیم. بله با تشکر از دکتر شلیلچی. برو بریم. عظما گیر کرده بد گرخیده، حالا هر چقدر تحریما بیشتر بشه
اوضاع بدتر میشه هی بهش میپرن همش ازش میکنن ولی فقیه دلنگون شده عینه قلیون شده افتاده ریشش به خارش میدونه تموم کارش این روزا همش کمیتشم میلنگه کشیده پایین فشارش سیاه روزگارش حالا بدون قاسم آقا خمار و منگه آخ چه عظمای مشنگی نمیتونی به جنگی مثل اون خر لنگی که میمیره آخ کرونای منی تو کرونای یعنی تو یعنی همه دنیا از تو سیره آخ چه عظمای مشنگی نمیتونی به جنگی مثل اون خر لنگی که میمیره آخ کرونای منی تو کرونای یعنی تو همه دنیا از تو سیره المستقیم فلقد مستقیم و اذا المستقیم. آجی توضیح المسائل که نمیخونی بنال بگو کجا میخوای بری؟ خیابان پاستور بیت ولایت آقا جان. آجی اون که مستقیم نیست صراط مغضوبینه. حالا بیا بالا ببینیم چی میشه. بیا بالا. السلام و الصلاة علیکم. آجی شب یلدایی کجا داری میری؟ آقا جان از این حرفهای ضاله نزن عزیز جان. شب یلدا از شبهای حرام است و مطابق فتاوای مراجع هیچ شبی مثل امشب نیست. اگه شبه مثل هر شب نیست. آجی بابا شب یلدا آخرین شب پاییزه. شما میخواید طبیعت هم عمامه بذارید سرش؟ عارضم به خدمتتون که این شب یلدا رو دشمنان نظام درست کردن. اولا چه معنی داره که اسم این شب رو اسم یک خانم گذاشتند؟ آجی بیخیال اسم دیگه. خب مثلا چی میذاشتن؟ یدالله نشد روح الله، روح الله الموسوی الخمینی نشد سید علی الحسینی الخامنه‌ای. کمی یه کارمون مونده بود. اصلا چه معنی داره تو این وضعیت کرونایی شب یلدا بگیریم آقا جان؟ پروتکل ها رو لکه‌دار کنیم آقا چطوریه که جان؟ وقتی 22 بهمن و نشکشی یزدی و فخری زاده میشه کرونا کشنده نی گله‌ای میریزی بیرون، اما هر وقت جشنی مشنی چیزی میشه شب یلدایی میشه عیدی میشه کشنده میشه. حالا چرا زدی روی ترمز آقا جان؟ کرونا حاجی ماشینم تکون نمیخوره. بزن به چاک فنا بینیم بابا مرتی که سینه وسط. سینه وسط. بله خب مهران جان پاییزم تموم شد. انشالله که عمر بهاری داشته باشی. فقط من این آخر برنامه میخواستم ازت حلالیت بطلبم. محسن جان این حرفا چیه؟ حالا هستیم با هم دیگه با بینندگان عزیز. نه میخواستم بگم اگه خوبی از من دیدی که خب لطف من بوده. اگه بدی دیدی خب خواستی بدی نکنی که بدی نبینی عزیز جان. بدی نکن بدی نبین. اگه جواب پیاماتو ندادم لابد حال نداشتم. از این به بعدم همینه. مشکلیه؟ مشکل که نه والا دیگه چی بگم. قشنگ زدی با حرفات فضای برنامه رو زمستونی کردی. نه آخه آدمو شاکی میکنی. ما رو دعوت کردی بعد کل بساط شب یلدا رو گذاشتی تو این تلویزیون اون جلو. حالا خوش من اون هندونه رو براشم گرفتم آوردم. با اون هندونه که موس سفید بود که نذار من بگم دهن منو ما عزیز نکن. جون اونجوری که تو چاقو رو زدی تو شکم هندونه بدبخت ترسید رنگش پرید. اصلا از نظر هندونه ها همه آدما چاقو کشن. ولی خوشم نیومد از سبک هندونه خوردن تو. اصلا خوشم نیومد. هندونه خوردن ما چیکار داری؟ مثلا مگه چی جوری هندونه میخورن؟ مثلا ما دیگه هندونه رو خوردیم دیگه. نه عزیز جان هندونه رو اینجوری نمیخورن که. ما که هندونه میخوریم وقتی پوستشو میذاریم دم در آخر شب کارگر شهرداری که میاد زباله ها رو ببره داد میزنه آقا حسین دیگه با این پوست هندونه ها کاری ندارین ببریمشون. یعنی جوری خوردیمشون که اصلا دیگه اینجوری بعد هندونه رو بخوری عزیز جان. خیلی خب از دست این محسن. خب دوستان عزیز امیدوارم که این رادیو اکتیو یلدایی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حرفی نمیمونه جز این که شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از سر شب در صبح باز باشد. به به. آقا خداحافظ همگی. عزیز بمونید. به من یه شعر خودم هم دارم. هندونه بشیم ما یه بار صحبت نکن شب یلدا چرا کردی؟